و یکی از بزرگ بودن گناه کندن خویشاوندی این است که برادرای عزیز، بعضی گناه‌های هست که الله تعالی در دنیا جزاش نمی‌دهد، در آخرت می‌دهد. مانند کفر، مانند شرک، از همه گناه عظیم است، گناهی که غایت گناه است، آخری گناه است. لیکن با وجود همین یک بنده مشرک باشد یا کافر باشد و به دین اسلام طعنه نزند، به مسلمان ها یا به یگان کس ظلم نکند، برای خودش در شرک و در کفر خودش، در یا بیدینی خودش هست، به کسی ظلم نمی کند، به دین اسلام زبان نمی رساند، چقه نمیشد، به دین اسلام بدگویی نمی کند، به گناه خودش آواره است. این آدم شاید الله تعالی در دنیا جزا ندهد، در آخرت جزا دهد. هست گناه هایی که الله تعالی هم در دنیا جزا میدهد هم در آخرت، و هست گناه هایی که الله تعالی جزایش رو تیزتر میفرستاند، یعنی مهلت هم نمیدهد، جزاش عقوبتش در دنیا عاجلی می آید، یعنی تیز می آید، و در آخرت هم او را جزا منتظر است. از جمله چنین گناه ها کندن علاقه خویشاوندی است. ببینید این موضوع چه خیلی مهم است. اگر شما به این عمل کنید از لعنت خدا دور میشید برادرای عزیز، از عذاب الله تعالی در امنیت میمانید. اگر علاقه را، یعنی کندن علاقه را با خویشاوندان، این عمل ترک کنید، بلکه پیوست کنید علاقه را. در سنن ابو داود و در سنن ترمذی از حدیث ابو بکر رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي و قطيعة الرحم. یگان گناهی نیست که سزاوارتر باشد که الله تعالی جزایش را تیزتر در دنیا دهد، با همراهی این که در آخرت هم جزا ذخیره کرده میشد براش، برای او جزا در آخرت هم ذخیره میشد. یعنی الله تعالی هم در دنیا جزا میده هم در آخرت. مثل البغی، مانند ظلم جزاش در دنیا میبیاید و تیز میبیاید. و قطیعت الرحم، و کندن علاقه خویشاوندی. کسی علاقه خویشاوندی رو کند، جزا در دنیا تیزتر میآید و در آخرت هم برای او جزا ذخیره میشود. حدیث صحیح است.